آقا اومدم پمپ بنزین اینجا، هم یه بنزین بزنم. همیشه طبق معمول میدونین که چون لباس صبح شسته بودم، شب کلاج بازی داریم، با شام برم اونو گذاشتم اونجا خوش بشه. غذا مزام هم اونجاست، کمربند و کس کلاج بازی همه چی. یه بنزین بزنم. آجی نگاه تا کجاست خالکوس؟ چی آخه این خالت من گاهی انقدری. یه بنزین بزنم، یه بنزین بزنه داداشی شما. یه کارواش هم اونجا برم، اون بزرگترین کارواش آمریکاست میگن، از این کارواش که میشون چیز میکنن، کارواش نو. این کارا رو باید یکی بکنه دیگه. این دیگه چه کسکش بازیه با 3 میلیون فالوور بود. بنزین بزن فلان بکن. ای جان آمریکا ناله کن کش. های 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 های. ما هر پولی که در میاریم این رویز و بنز و خونه لک از این شیرمرد در میاد. از این هرچی هست نیست اینه شیرمرد. الان باید بشورم ناناز بشورم عروسک کنم. این ماشین برای من برکت داره آجی. احتمالا فردا پس فردا دیگه عوضش بکنم یکی دیگه بگیرم. ماشین های خودمونه همه. میدونی چی میگم؟ ماشین همین آفیسمونه. مال منم هست دیگه. منم جو شریکم. این مال ما هم میشه. اولا که اومده بودم آمریکا، من سال 2013 14 اومدم دیگه. این 2017 است. بعدن که اومده بود گفتم کی میشه من سن آنتونیو آجی این راه رو میبینی؟ این راه خالکوسته رو من الان بالای 10 سال میرم. هر روز دوشنبه میرم. قبلا میومدم اینجا، قبلا سه شنبه صبح میرفتم، 3 صبح راه میافتادم میرفتم اینجا کافی و دستشویی. بعد خاطر رو برای شما تعریف کنم. ما که دستشویی میریم باید بشوریم خودمون دیگه. اینا دستمال میمالن. بعد این خارجی ها من نمیدونم مدل کونشون چجوریه، اینا با دستمال خودشونو پاک میکنن بومو نمیگیره. مخصوصا ایرانی ها میدلستر عرب و اینا با دستمال که میزنن تا شوهای نیم مایل فکر میمونه بچه راسو مرده تو کونه اینا. بچه را کس شعرها رو آیسی تو کجا میاری؟ کس که چرا درس نخونده قد استعداد داشتی آقا؟ هیچی. من اولا خب نمیرفتم اونجا هتل بخوابم که اولا واسه کیری بود دیگه. ساعت 3 از خونه راه میافتادم میومدم اینجا. یه کافی دستشویی اینجا تمیزه، میتونی برنج بریزی زمین بخوری اینقدر تمیزه. ما شمالیای دستشویی که خیلی تمیزه میگیم بعد این پلاو واشینه بخوری، یعنی اینقدر تمیزه میگم برنج بریزی بخوری. $50 زد. بسکه جان حواسمون رو به گازوئیل میزنیم یه تو ماشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد بذارید دارشون تعریف کنم وایس. کمربند ببندم. بعد من که نمیتونستم با آب معدنی برم این تو، که من یه کافی خونه میخوردم تا حرکت کنم شکم راه بیفته 3:30 میرسیدم اینجا. 3:30 صبح 5 سال 3:30 صبح این راه رو میرفتم. تمام رویاهای امروز رو من تو این جاده سن آنتونیو که حقوق موقع بود مثلا هفته $300-400 در میآوردم. ای خدا بنازم به تو، دمت گرم، هرچه دارم و ندارم از توه. خس خار من چه هارد ورکی ام. من کار نکردم سختی کردم ولی هرچی از خداست. حالا ولش کن، کسکش تمام کن دیگه. حالا خار کسه مثل فیلم اوشین نکنی شاید 100 قسمت. بعد چی؟ صحبت چی بود؟ می اومدم اینجا میرفتم تو این پمپ بنزین یه آب معدنی میگرفتم میرفتم دستشویی، بعد اون آب معدنی خالی رو می آوردم حساب میکردم. یه خار کسه اولاغ اون تو دستشویی که تمیز میکرد از این خارکوسه زاغ منو میزد. این فکر میکرد که من آب میبرم اون تو. اینه با تو لایف میگفتم و خنده میمردیم ولی الان نمیتونم. بعد این کسکش منم خب خالکوبی و قده کلو اینا، این کسکلاش یادش بود قیافه منو. سری 4 و 5 که شد وای کار باش زد. یه دقیقه بس من این رو بگیرم. یه دقیقه من تایر شاین یس واکیوم نو اسکیپ کسینا. تمام کن دیگه. خار مادرتو رو من گاییدم دیگه بابا. اسکش رسید نه حرکت بریم برای شستشو. دوستم تمیز باشم، خوشگل دیگه. خودم هم سالمم، ترک کردم سالمم. آره بعد گوش کن، منم آمار این خالکوسه رو داشتم
بعد من خودم آدم مهربانی هستم، دلم میسوزه، من خودم سری میذارم جا، من خودم میذارم جای اون بدبختی که اونجا رو تمیز میکنه. میگیری چی میگم؟ من هواشو دارم فلان اینا. یه پول بهم بدم. Brother, but my brother, come. هوای مردم رو داشته باشی. خدا این پول هیچی من. Get lunch for you. Sorry? Get lunch for you, I'm saying. For what? Buy lunch for you. Oh, I can't take it. Why? They'll fire me for it. For real? Yeah. What about here? Take it from here. Take it, You bro. throw it on the floor, then I gotta pick it up. Okay, I'm gonna leave it in the floor, okay? Take it, yeah. Take it. Thanks, brother. میگه بنداز رو زمین، من وردارم وگرنه منو بیرون میکنن. انداختم رو زمین. خارج مردم این چقدر بی‌رحمن حسابکار. من باید قدر زندگی رو بدونه. خدای گریه هم گیره. گفت پولو بنداز رو زمین که من فکر کنم آشغالو وردارم. ای خدا من نمیخواستم بندازم. همتون دیدین که خودش گفت بنداز. به اینم میخوام بدم ولی این بیچاره هم نمیتونه بگیره. ما تعریف کردیم این آخر. جان اومدیم شهر بازی. Good, thank you. هیچی. حالا از این موضوع بگذاریم. چقدر میگم زندگی سخته. گفت پولو بنداز رو زمین وگرنه گفت دیگانت فایر میگم منو وگرنه بیرون میکنم پولو از تو بگیرم اینا. حالا خود ما کارمونو کردیم دیگه. منظور نداشتم بندازم رو زمین، خودش گفت. هیچی. من همیشه میخواستم، من خودم اون موقع آویزان بودم. مثلا هفته میگم 300-400 دلار میگرفتم. کیره خرم نمیتونستم بخرم. من همیشه تلفنم زنگ خورد. بعد آقایی که شما باشید دیگه دفعه چهارم پنجم بود من که از دستشوی اومدم بیرون یادم رفت آب معدنی خارکسته رو بیارم. آقا ما اومدیم بیرون کافی بگیریم، یهو دیدم جلوی مردم ساعت 4 صبح اعصاب منم گل میکشیدم، اعصابم کیری نسخ سر صبح. سر تو به انگلیسی تو هر هفته میای اینجا آب میگیری پول آب رو نمیدی فلانه. گفتم کسکش مادر جنده، من یادم رفت خال پدرت من گاییدن، چرا داری آبروی ما رو میبری؟ گفتم تو آب رو دستشویی چیکار میکنی؟ دیدم نمیشه. گفتم آقا ما مسلمونیم کسکش، کونمون رو شستیم با این آب خارکسته صاحب. چیکار کردم؟ آبو بطری بردم شاف کنم تو کونم خارکسته. رگه دست بگی شیرمن رگه داری که هیکلو هیچی. خارکسته این شد خاطره این کسکی صاحب. دیدم آخر سر ول نمیکنه. اینجا شلوغ شده. گفتم منیجرت بگی بیار. رفتم تو مایه‌های خارکسته بازی. آره شما چرا با ما مسلمان‌ها اینجوری هستی و فلان و کس بازی. یا منیجر گفت آقا بیا برو خارکسته سیاه بازی داره نه. هیچی دیگه پول آبو دادم. بعد دیگه از اون به بعد دیگه روم نمیشد اینجا بیام وایسم. 2-3 سال اینجا نیومدم تا اینا قیافه منو یادشون بره. دیگه بعد 2-3 سال کلاه عینک گذاشتم ببینم کارگرا همه عوض شدن یا نه. خود این کسکش آفتاب دوز من فکر کنم اینا عکس من زده بودن که این پسر آفتاب دوز خارکسته. بعد چند سال دیگه اومده بودم عینک و کلاه دیدم همه غریبن دیگه. به مدت 3 سال ساعت 2 خونه بیدار میشدم، کافی میخوردم، پیاده روی میکردم که همون دستشویی تو خونه برم. این خاطره من از این کسکش پمپ بنزین اینجاست. فکر کن تو رو میگرفتم میبردن دادگاه. چی شد؟ حالا می‌خواستم آقای قاضی کون خودم بشورم، من سر آب گرفتن این کسکش. حاجی از این خاطرات آمریکا این خارکسته انگار داره گردباد میاد اینجا. از این خاطرات آمریکا من حاجی میتونم یک کتاب بنویسم. خدا شاهده به قرآن مجید. ولی الان دیگه خدا رو شکر تمام رویاهایی که بافتم با کار سخت، با اعتقادم به خدا، با رفاقت با خدا خیلی من امتحان کرد. میخواست ببینه من کم میارم یا نه. مثلا میدونه که خدا تا دقیقه 90 کیرت میکنه، انقدر کیرت میکنه تا ببینی که حاجی تو اصلا میگن ضد گلوله، که ببینی اصلا تو ضد کیری، اصلا خار منو میگایی. 4 صبح تو سرما اینجا پنچر میکردم کسکش. خودم خدا رو شکر ایراد نره. برو. حالا الان دیگه فقط با سر بیارم بالا این حالا. خدا جون بوگاتی خارکسته 2 سال دیگه بیار. حله دادا تمام.